سلام به همه رفقا، سلمان هستم. ممنونم که وقت گرانبهاتون رو گذاشتین پای دیدن این ویدیو. توی این ویدیو قصد داریم با هم دیگه یکم بریم سراغ مهریه‌های ثبت شده داخل ثبت احوال ایران، ببینیم ملت چه چیزای عجیب غریبی رو به عنوان مهریه ثبت کردن. رو معرفی میکنم. یک مهمان داریم این سری، آقا کیان هستن، در خدمتشون هستی. سلام. بریم شروع کنیم. مهریه اول که حتی مهریه ثبت نشده است، یعنی صرفا پیام فرستاده برای آقا پسر که داماد اگه بخوای منو بگیره بعد اینا رو هم بگیر. کرد اول ظرفا رو که باید ظرفشویی تمام اتومات باشه. رضیت قیمت رو ادیتور سند بگشت بزن. میگن که بزرگوار مردم لباسا هم که لباسشوی خوششویی که هزینه شستنش نیست. غذا هم فقط از بیرون هوس کردی خودت درست میکنی، برا من هم میاری. این حالا اون تیکه غذا هم از بیرون، این حق زن نیست که آشپزی بکنه. اوکی. و یعنی این در واقع وظیفه هیچ خانمی نیست که بخواد آشپزی بکنه. اثر مودت و دوستی و مهربونی و حالا دوستتون داره که آشپزی میکنه، ولی این تیکه آخرش برا منم میاری. زوره. من آشپزی نمیکنم، میخوای برا منم میاری، منم میخوام. هرچی مال توه مال منه، مال منه. هر وقت دلم خواست، نه همیشه. خانم محترم، یه چیزی ما داریم به اسم حق تمکین. یعنی شما هیچ وظیفه نسبت به مرد نداری بجز حق تمکین. یعنی مرد هر موقع خواست مهریه هم هرچی بابام بگه همونه. اما در مورد مهریه اول یه چیزی رو بگیم. اول اینکه مهریه حق خود زنه و خود زن باید تعیینش بکنه. این از این. دوم اینکه مهریه یک هدیه است، هدیه مرد به زنه و الان من هیچ هدیه‌ای توی نمیبینم مگر اینکه اون تیکه هر وقتشه که اونم حق مرده، نمیتونه قبول نکنه. با خود اگه خواستی قبول نکنه خاک تو سرت، زن زدی. و آخرین بخش مهریه هم این که باید مهریه اثر مودت و دوستی باشه، یعنی دو نفر باید به علاقه با هم دیگه زندگی کنن. ازدواج میگه بده بستونه، میگه قرارداده. ازدواج یک رفاقت بود. قسمت قبل توضیح دادیم دیگه. دقیقاً انگار مثل تجارت داره باشه. نگاه ازدواج یک چیزی که تو قسمت قبل هم توضیح دادیم علاقه است، یعنی فراتر از رفاقت باید داره که شکل بگیره. بریم مهریه بعدی. من درد آشنایی ندارم. من اصلا خورد شد سریم. بریم ببینیم تا تهش چی میشه. خدا بخیر کن. بله به مهریه روزمره. قشنگ اسم پیجه و کامل معلومه چه محتوایی داره تولید میکنه. تا زمانی که زنان ایرانی حق طلاق ندارن و مردان ایرانی حق چند همسری دارن، از نظر اخلاقی ایرادی به خیانت زنان وارد نیست. اصلا آقا ببینید دوستان عزیز، ما یه چیزی داریم به اسم فلسفه حقوق که هر مرد یه سری حقوق داره، زن یه سری حقوق داره. ما حقوق این دو نفر رو داریم. از نظر اسلام میگه حق طلاق مال مرده. چرا؟ چون خدا حکیم بوده این حق داده به مرد. حالا کاری نداریم حکمت چی بوده، البته میشه اینم در نظر بگیره که آره زن احساسی تر برخورد میکنه. اگه حق طلاق با زن بود حقی به توقی خورده میخواست طلاق بگیره و فلان. یه سری اینجور مسائل هم هست. حق چند همسری هم که در موردش قبلا توضیح کامل داده شده، کلیپ‌های دیگه راحت میتونید بریم ببینید. و یه توضیح کوتاه بخوام بهش بدم، بیشتر مبنای تاریخی داره که یه مرد میتونه چند تا زن رو مثلا مدیریت بکنه و زمان قدیم مثلا جنگ بوده، مردا مثلا زیاد شهید و کشته میشدن دیگه، مثلا میومدن زنایی که مال مردای قبلا بوده میگرفتن که دیگه مثلا نسلشون قطع نشون فلان. حالا این مسائل زیاده، ولی اینکه آخرش نوشته از نظر اخلاقی ایرادی به خیانت وارد نیست جای تعجب داره. چرا؟ خیانته. این حالا چه تو بیایی فلسفه دارش نظری نداره استاد. حکم سرکار داره. این هم نظر خوبی بود، چون زنای محسنه حکم سنگ زبونم گرفت، حکم سنگسار دار. این چیزی که میبینید مهریه یک بلاگر اینستاگرامیه. همان از اینستا. ببینید اون تیکه بالا چاپ شده دفترخونه است. یعنی همون هم نمیشه. یعنی همون هم نمیشه. یک جلد کلام الله مجید، یک جام آینه و یک زوج شمدان. آفرین. اصلا در شما
که حداقل این تیکه رو نمیدن با خود کار خط خطیش. قسمت اول 10,000 قطعه سکه کامل بهار آزادی. مودت دیگه قشنگ اون دوستیه هیچی توش موج میزنن توش. 10,000 دو قیمت 10,000 تا رو میذاری ببینیم چقدر میشه. ما 14 تا سکه خورده بود اگه اشتباه نکنم ما هر 14 تا دونه شما حساب کردیم بالای 500 میلیون در اومد. این دیگه خدا بخیر بکنه. حالا این ارزون ترین مهریه‌ای بوده که تازه نوشته بقیه‌اش دیدار با لیونل مسی. آقا اصلا به مرده نیست لیونل مسی باید سفر به قطب جنوب. حالا گیریم رفتیم قطب جنوب. خودش ممنون کنه. حالا جدا از ممنونیتش حالا گیریم که رفتی. گیریم که رفت چی میخوای ببینی؟ چی کار میخوای بکنی؟ همه برفه. همونجا پنگوان دور دیگه موجود سیاستی داریم. مستر بیست 5,000 اسب دریایی کمک به زنجیر انقراض میخواد. قشنگ خود منقرض کرده. نه جانم منقرض 5,000 حالا گیریم مثلا 5,000 تا برای تو کجا آقای نگهشون بذاری؟ نه خوب باشه 99% اموال شوهر واقعا طرف قبول کرده اینا رو. این ثبت شده یه دفترخونه است. داشته دیگه خیلی بد. امیدوارم حق طلاق بهش نداده باشی. حق هزانت رو نداده باشی. اگه حق طلاق و حق بنانت داشته باشه این معلومه اینا رو هدفش از ازدواج طلاق بود. دقیقا یعنی ازدواج کرده که طلاق بگیره و این پایینش حتی خیلی مشخص نیست برش خورده ولی جای امضاهاشون قشنگ مشخصه. امضا هم کرده. انشالله که پای هم پیر بشیم. انشالله که خوشبخت بشیم. نتیجه که من میبینم خانم خوشبخت و مرد بده. اینستان هست حتما خوبه. انسان ایران خیلی خوبه حتما نشد. مهریه‌های عجیب بعدی احتمال میدم ایشون همسر یک قاچاقچی سوخت بودن. 10,000 لیتر بنزین در باباش بالا رفتن قیمت بنزین نه تنها تاثیر زیادی روی زندگی مردم گذاشت بلکه باعث شد یکی از عجیب‌ترین مهریه‌ها نیز در کشور ثبت شد. ماجرا از این قرار است که تازه عروس چند ماه قبل وقتی در دفترخانه در تهران حاضر شد تا خطبه عقد بین او و بقیه‌اش هم ننوشته 10,000 لیتر بنزین رو زده. یعنی قشنگ می‌خواسته خب ما طلاق گرفتیم بنزین لیتری چنده؟ لیتری در حال حاضر 3,000 تومان آزاد بازار بخواد بفروشه. تو قیمت این هم بزن بکنم این چیزی بالای 300 میلیون در بیاد اگه اشتباه نکنم. 100 میلیون سکه میزدی بهتر بودی. تو 14 تا دونه سکه بزنی در پادر. البته اگه اشتباه کنم می‌خواست قاچاقش کنه. قاچاقش کنی عراق کنی آره اونور 40 خورده. آره عراق لیتری 40 تومنه اگه اشتباه نکنم. دلارش لیتری 40 تومنه راحت میتونه قشنگ. علی دست و پای پدر شوهر خود شوهرم راضی نشده. پدر شوهر کشتگی داشت. آره قشنگ با پدر شوهر پدر کشتگی داشت. خب حالا کار با این پدر کشتگی ندارم. تو گرفتی اوکی مهریه دست و پا هم گرفت چیکار میخوای بکنی؟ تو عضو هم فکر کنم اعدام میشه. دست و پا نه اعضای داخلی میشه. منو خوشکارش کنیم دیگه یخ میخوای بذارن. خب ما دست پای پدر شوهرمون هم گرفت. فقط میخواست بگیره یه چیزی میخواست بگیره. احتمالا دنبال این بوده یه چیزی ثبت کنه که هیچ جور طلاق نگیره. زندگیشان به چوب خواهد چشمانش حال زیبای غیر خودش دیگه نبینه. ازدواج سوم با مهریه بال مگس 1 کیلو بال مگس. واسه بال درست کنه. ازدواج سوم هم بوده یعنی طرف سوم ازدواجش. خب تو که 2 بار طلاق گرفتی احتمال میدم تا الان 18,000 تا بال مگس تو خونه داره. حالا تو که طلاق گرفت تو که میدونی چه کاری خب ازدواج میکرده که طلاق بگیره. اینم بحث اسپانیایی که 98% ازدواجه به طلاق مرسوم میشه. یعنی میرم با طرف مسابقه میکنن هدف شما از ازدواج چیه؟ طلاق. رکورد بیشترین تعداد شاخه گل به عنوان مهریه را زنی شکست که علاوه بر 127 سکه طلا خوبه بهترون 10,000. آره باز یکم معقول زده هرچند که همین الان قیمتش خیلی زیاده میلیاردی میشه. یه دونش هم معقول نیست. تو قیمت اینم بذار 500,000 شاخه گل ارکیده. الان مهمه ارکیده خیلی. آره قشنگ مشخص که باید ارکیده بیاری. خب رنگش خوب رنگو نزده. داماد رنگ قرمز بیاره خیلی خوبه. آره رنگ خونه. 500,000 شاخه گل خب این خشک میشه. اینم جالب بود. بریم با هم بخونیم ببینیم واقعا این حق رو داشته بده یا نه.
اول شرایط زیر مورد قبول زوج قرار میگه. این امضا هم شده پایینش، یعنی پایین عکس شما ببینید قشنگ امضا هم شده. یک، زوج حق طلاق را به زوجه واگذار میکنه. خیلی عالی. مرد میخواست حق طلاق رو بسته. اختیار زمان بچه دار شدن با زوجه میباشه. حالا اینا دوست داشته بسپاره به زوجه. برو از دارو خونه بید. در صورت طلاق تمام اموال شوهر متعلق به زوجه میباشه. این الان 99% هم بده. این از اون 99% هم باز بالاتر زده. این میخواست رو دست اون بزنه کنم. چرا آخه من نمیفهمم. حالا گرفته قانونیه دیگه، از قانونی میتونه بگیره. چون میدونی اگر زن و شوهری با هم دیگه ازدواج کنن و همچین بندهایی در مورد اموال نباشه توی شرایط ضمن عقد، اموالی که تو زندگی مشترک به دست آوردن تقسیم میشه. یعنی به صورت تصادف اموالی که تو زندگی مشترک به دست آوردن. دلیل اینکه الان اکثرا هم دنبال جوونا دنبال اینن که ماشین رو بگیرن، خونه رو بگیرن، بعد برن ازدواج کنن. اینه که حداقل خونه و ماشینه دیگه شامل اون ضمن عقد نشه. چون ضمن عقد میگه چیزایی که از زمان ازدواج با هم به دست آوردید تقسیم میشه. در صورت تقاضای همبستری از سوی شوهر او باید مبلغی معین به حساب زوجه واریز نماید. آفرین که این رو گذاشتی، چون واقعا حق زن اینه و جدیدن نمیگیرن دیگه با خودشون. چون میتونن زن میتونه بابت نفقه بگیره، بابت شیربها بگیره، بابت شیر دادن به بچه بگیره، بابت همخوابی بگیره که اصطلاحاً قدیم بهش میگفتن پول حمام، الان جدیدن دیگه حذف شده. زوجه هر وقت بخواد میتواند زوج را تنبیه بدنی نماید. مازوخیسم. قشنگ مازوخیسم سادیسم همین جایه. BDSM مگه؟ یعنی اون تیکی که تو قرآن درگشته گفته که الرجال قوامون علی النساء رو این گفته نه، چرا من باید من قوی تر باشه؟ من میخوام قوی باشم. زوج پس از طلاق حق ازدواج مجدد نداره. تهشم زوجم امضا کرده خودش. یعنی داداش تو دیگه واقعا خاک تو سرت زن زدی. یه 3 تا کلیپ هم براتون آوردم، بریم کلیپا رو ببینیم. میگه وقتی از یه بابایی که تو خونه 50 متری اجاره زندگی میکنه دختر خواستگاری میکنی. $20,000 درآمد داشته باشه اون وقت با کمال ملی. $20,000 ادیتور اینم بزن مبلغشه. ماهانه $20,000 در میاره. داداش آقا حالت خوبه؟ جوان امروزی از کجا بیاره 20,000 تا؟ بذار من خودم همین الان میزنم. اینطوری نمیخواد بزنی. خواستگار خارجی 20,000 تا زرد دلار چنده؟ 60 تومن هم میزنی مثلا. میشه ماهی 1,200,000,000 بعد در بیاری. جوان ایرانی عدوشی کم ندور کار کن. چه خبر آخه؟ جلسه خواستگاری دختری که دوستش دارم، مادر دختر ازمون پرسید مرده هاتون کدوم قطعه خاکن. بعد قبل اینکه ما جواب بدیم گفتن ناراحت نشین یه وقتا اگه قطعه 1 تا 4 نیستن ما با هم همسد نیستیم. در این مواقع باید چه جوابی داد و چی کار کرد؟ حتی زرتم المقابر، یعنی کاملا جاهلیت قریش رو آورده به منصه ظهور گذاشته که ما بهتریم شما بهتریم و دیگه رفتن به زیارت مقابرشون که مرده های ما بیشتره، مرده های شما، مرده های ما اینور دفنن، مرده های مهم اون طرفه. بابا عجیبه. بعد این همه سال شهید هست. من رفتم دیدم خیلی از این شهدا رو 62 63 هم کی بچه رفته دیگه نیومده. خیلی مجری خندش گرفت وسطش. جاهلیت و قاجاقان گفت دیگه جاهلیت مدرن. مرده هاتون کجا؟ مرده هاتون کجا؟ یعنی قشنگ داستانه رو شنیدی؟ قدیم رفتن گفتن که ما از شما بهتریم. یه قبیله ما از قبیله شما بهتریم، سرتریم. بعد آخر کارشون به این کشید که ببینیم تعداد مرده‌های ما بیشتر یا مرده‌های شما. این به مرده‌هاشون هم رحم نکردن. بابا خاک شده رفته. ناراحت نشینا. این زور آدم میگیره. ناراحت نشینا. اینم ببینیم. اینم جالبه. سختی نکشیده نیستم. از این ویدیو طبیعتا ما این نتیجه رو میتونیم بگیریم که دختران سرزمین ما 2 دسته میشن. اونایی که میتونن با 8 تومن کنار بیان، اونایی که نمیتونن. چون الان یک زندگی بخواد شروع بشه طبق برآوردهای دوستان ما از بچهای بالا به این نتیجه رسیدن که شما حداقل 16 میلیون لازم دارید.
یه زندگی دو نفره ساده رو بخوای شروع بکنی و واقعا با درآمد 8 تومن خیلی سخته بخوای شروع. و جالبه الان مثلا شما نگاه کنید اکثر اونایی که قبول کردن که مثلا با 8 تومن شروع بکنن یا از قشر مذهبی جامعه یا از قشر کارمند جامعه، یعنی خودشون یه درآمدی باز دارن، ولی نگاه بکنید مثلا اونایی که چوسان فسان دارن خیلی خودشون رو گرفتن، فرق خوب بزرگ شده، فرق خوب بزرگ شدن و یکشون نه باید بالای 8 تومن داشته باشی، نه با چیش بسازم. خب دوستان ممنون که با ما همراه بودید. انشاءالله که مهریه درست حسابی بزنید براتون و درست حسابی بزنید. اگه دختری داریم ویدیو رو میگیرید صحبتی داری صحبت کنید. هدفتون از ازدواج طلاق نباشه. تا ویدیو بعدی میبینمتون. بیامانه.